ما نمیریم، برعکس همونطور سلو میریم طرف دهمزنگ شهر کابل. آب و هوا هم دوستان عزیز امروز برفی گزارش شده، اما تا اثر از برف نیست. اما برفای روزهای گذشته هنوز یخهایشان آب نشده، خوب شده. این هم دوستان عزیز دهمزنگ شهر کابل. به این طرفتر بریم که چهار راهی رو براتون درست‌تر نشان بدم. ریاست ترافیک شهر کابل هم دوستان عزیز در این قسمت قرار داده یا ترافیک کابل. سلام عزیزان دل، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی و عزیز، قسمی که میبینین ما در جاده عمومی دارالمان یا سرک عمومی دارالمان هستیم، اما به دارالمان نمیریم، برعکس همونطور سلو میریم طرف دهمزنگ شهر کابل. آب و هوا هم دوستان عزیز امروز برفی گزارش شده، اما تا اثر از برف نیست. اما برفای روزهای گذشته هنوز یخهایشان آب نشده. و بریم به پیش دوستان عزیز ببینیم که چی هست و چی نیست. این موترها دوستان عزیز برفشان تقریبا از 4 روز گذشته است، 4 روز پیش. تا ببینید که حتی یخهایش آب نشده. اگر به این اندازه آب و هوا سرد است. یک شمال از دوستان عزیز که میزنه دندانای آدم یخ میبره. کوههای کابل ببینید دوستان عزیز پر از برف و زیبا. آذان چاشتان به وقت کابل داد دوستان عزیز. آذان ظهر ساعت 12:30 هست. خانه علمی و فرهنگی روسیه را دوستان عزیز در تصویر مشاهده میکنیم که مربوط به سفارت روسیه میشه. سرک دارالمان هم دوستان عزیز یکی از سرک‌های مشهور شهر کابل و جاده عمومی هست، البته که دیگه همگی ما میشناسیمش و میفهمیم که سرک دارالمان چه قسمی از جای است. کوه تلویزیون هم دوستان عزیز رو برید میبینین، مشکل طرف سرک تیر شویم که درست‌تر ببینین. آن تنهای کوه تلویزیون رو ببینین. کوه آسمایی هم برش میگن دوستان عزیز. البته اون طرف کوه شیر دروازه و این طرف آسمایی یک تنگی ایجاد میشه که دریای کابل از اون میگذره. لوحه های نصب شده ترافیک هم دوستان عزیز میبینین که همش نوشته است تا سینمای پامیر، ده افغانان، میرویس میدان یا همون کوته سنگی و هم پاهنتون کابل. بگیم براتون بگویم که از کدومش چند دقیقه راه هست و چند دقیقه همه چند کیلومتر راه هست. تا سینمای پامیر دوستان عزیز این قسمت فیکس 2 کیلومتر راه هست. تا ده افغانان 2.5 کیلومتر راه هست. تا میرویس میدان یا کوته سنگی 3.3 کیلومتر راه هست و تا پاهنتون کابل 2 کیلومتر راه. دیگه لوحه های برعکسش هم از دو طرف زده شده دوستان عزیز که بازو دیگه طرف دارالمان نشان میده، کارت 4 نشان میده،
پل سرخ نشان میده و اینا را. قصر ملی افغان هم دوستان عزیز در تصویر میبینید دیگه که ما جوان شدیم و اینقدر جور نشد. آمریت جکشن سوم هم دوستان عزیز در امی قسمت است و همچنان پستخانه هم در امیجه در او طرف سرک می باشه که برکه پستخانه برش میگن. کابل دوستان عزیز یک قسم غبارآلود و دودآلود است که جاهای دور خوب دیده نمیشه، اما امروز هم بازم خوب است، چون روزهای گذشته به حد دود و غبار بود که 15 متر پیشتر دیگه معلوم نمیشد، نه به موتروان و نه به انسان پیاده. حالا نسبتا خوب شده. این هم دوستان عزیز دهمزنگ شهر کابل. به این طرفتر بریم که چهار راهی رو براتون درست‌تر نشان بدم. ریاست ترافیک شهر کابل هم دوستان عزیز در همین قسمت قرار داره و موقعیت داره. دوستان عزیز از دهمزنگ شهر کابل این طرفا کندنکاری شده، نمیفهم که چی میشه، خواه ما کندنکاری شده. این از دهمزنگ و او هم از ریاست ترافیک که بیربارش همیشه نامزد است در بین همه، یعنی یک بیربار بسیار خطرناک داره دوستان. یا ترافیک کابل. ساعت دست فروش ها هم دیگه دوستان عزیز در این بخش تیر است نسبتا دیگه. مثلا ما ساعتونیک میگه ساعتش تیر است دیگه. مشتریایشون اونه هست و مراجعین ریاست ترافیک شهر کابل هستن همه اینا. بیاییم دوستان عزیز در پیاده رو. و دوستان عزیز که برفا رو میبینین که خودش کد کردن این طرف. قصر ملی یا ملی مانه دیگه بزرگیش بسیار بزرگ است، اما قدر که بزرگ است دیگه اون قدر که افتادنش هم وقت میگیره. خب دوستان نهایت گرامی دهمزنگ دیدیم آمدیم این طرف. انشالله که از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین، ویدیو را لایک کرده در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه تانه به الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روز و روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.